هیچ وقت فکر نمی کردم که این اتفاق بیفته، ولی حالا جنگنده های سوخو 35 روسی تو آسمون ایران پرواز میکنن. تصور کن کشوری که سالها به خاطر تحریم ها از داشتن جنگنده های مدرن محروم بود، الان یکی از پیشرفته ترین جنگنده های دنیا رو داره. چیزی که خیلی ها فکرش رو هم نمی کردن بالاخره اتفاق افتاد. امروز میخوام بهت نشون بدم چرا این خبر میتونه بازی نظامی منطقه رو کلن عوض کنه. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون یه سورپرایز مهم آخرش منتظرته. وقتی میگیم سوخو 35 وارد ایران شد، شاید برای بعضیا فقط یه خبر ساده به نظر بیاد، ولی بذار همین اول کار یه ارزش واقعی بهت بگم. این جنگنده نه تنها پرنده پیشرفته‌ای است، بلکه میتونه ساختار کل دفاع هوایی ایران رو کلاً عوض کنه. یعنی دیگه اون تصویر قدیمی که ایران فقط با F-14 یا F-4 قدیمی پرواز میکرد باید بذاری کنار. ورود سوخو 35 به معنی دسترسی به تکنولوژی هایی مثل رادار آرایه فازی، موشک‌های برد بلند و سیستم جنگ الکترونیکه، چیزی که حتی بعضی کشورهای منطقه هم هنوز ندارنش. این یعنی ایران میتونه با یک خرید 10 سال عقب ماندگی در حوزه هوایی رو جبران کنه. پس وقتی داری یه ویدیو رو میبینی بدون که این فقط یه خبر سیاسی یا نظامی نیست، بلکه یک نقطه عطف تاریخی در قدرت هوایی ایرانه و این تازه اولشه. شاید برات جالب باشه بدونی ورود این جنگنده ها یه شبه اتفاق نیفتاده. از سالها پیش خلبانای ایرانی به روسیه رفتن و دوره‌های فشرده دیدن. یعنی وقتی امروز جنگنده ها وارد ایران شدن، خلبانا کاملا آماده بودن که بشینن پشتش رو پرواز کنن. این خودش یه داستان جذابه، چون تا همین چند وقت پیش خیلی‌ها میگفتن روسیه به هیچ وجه حاضر نیست جنگنده های مدرنش رو در اختیار ایران بذاره، ولی به مرور به خاطر جنگ اوکراین و نیاز روسیه به متحدان شرایط تغییر کرد. حالا نتیجه اون تعاملات طولانی اینه که پرنده ها توی پایگاه های ایران نشستن. این یعنی نه تنها خرید انجام شده، بلکه از مدت ها قبل همه چیز با برنامه ریزی جلو رفته. همین پشت پرده هاست که ماجرا رو هیجان انگیز میکنه. سوخو 35 چیزی فراتر از یه جنگ معمولیه. لقبش تو دنیا فلانکر بی هست، اما خیلیا بهش میگن کابوس آسمون. حالا چرا؟ چون میتونه همزمان بیش از 30 هدف رو رأی گیری کنه و در همون لحظه 8 رو بزنه. رادار آرایه فازیش میتونه جنگنده های پنهانکار رو هم کشف کنه، چیزی که برای آمریکا و اسرائیل هم نگران کننده است. تازه این فقط قدرت راداریشه. وقتی میایم سراغ مانورپذیری، سوخو 35 انگار قوانین فیزیک رو به مسخره میگیره. حرکت کبرا یا مانور چرخش ناگهانی رو به راحتی انجام میده و این یعنی هیچ موشکی به راحتی بهش نمیرسه. خاطر همین ویژگی هاست که حتی خلبانای ناتو هم همیشه از درگیری مستقیم با این پرنده میترسن. به نظرت سوخو 35 بیشتر به درد دفاع میخوره یا حمله؟ نظرتو توی کامنت ها بنویس. قبل از ورود سوخو 35 کشورهای منطقه با خیال راحت روی برتری هواییشون حساب باز میکردن. عربستان با F-15، امارات با F-16 و حتی ترکیه که دنبال F-35 بود. ایران تو این معادله بیشتر در نقش مدافع عمل میکرد و جنگنده های قدیمیش هیچ وقت توان رقابت جدی نداشتن. اما حالا با حضور سوخو 35 این معادله برعکس میشه. یعنی ایران دیگه نه تنها میتونه از تحریم‌های هوایی خودش دفاع کنه، بلکه توانایی ایجاد بازدارندگی واقعی پیدا کرده. برای همین خیلیا معتقدن این خرید فقط یه معامله تسلیحاتی نیست، بلکه یه پیام سیاسی مستقیم به واشنگتن و تل‌آویو.
پیامی که میگه دیگه دوره برتری مطلق شما تو آسمون تموم شده. اگه تا اینجا از این ویدیو خوشت اومده چنل منو سابسکرایب کن تا از ویدیوهای جذاب دیگه جان نمونی. یکی از نکات جالب این جنگنده اینه که فقط روی کاغذ قوی نیست. روسیه ازش تو جنگ سوریه استفاده کرده و نتایجش رو دنیا دیده. این پرنده تونست موشک‌های کروز رو رأی‌گیری کنه، هواپیماهای بدون سرنشین رو بزنه و حتی جلوی پرواز جنگنده‌های غربی رو هم بگیره. برای همین خیلیا میگن سوخو 35 یک پرنده آزمایشی شده است در میدان. حالا تصور کن این تجربه عملیاتی بیاد دست خلبانای ایرانی. یعنی نه تنها هواپیما پیشرفته است بلکه راه و رسم استفاده درستش هم منتقل میشه. این همون چیزیه که خیلی کشورها حاضرن میلیاردها دلار خرج کنن تا به دست بیارن، ولی ایران امروز داره رایگان از روس‌ها تجربه میگیره. یکی از پشت پرده های مهم ماجرا آموزش طولانی مدت خلبانای ایرانه. خیلی‌ها نمیدونن که ایران از چند سال پیش شبیه سازی های پرواز سوخو 35 رو وارد کرده. یعنی خلبانا قبل از اینکه حتی پرنده ها برسن بارها و بارها پرواز مجازی انجام دادن. این کار باعث میشه وقتی پشت کابین واقعی میشینین انگار سال هاست با این پرنده پرواز میکنین. همین موضوع یه مزیت بزرگه، چون خیلی کشورها وقتی جنگنده جدید میخرن تازه باید سالها آموزش بدن تا خلبانا بتونن به طور عملیاتی پرواز کنن، ولی ایران از همون روز اول آماده استفاده سوخو 35 بود. سوخو 35 فقط برای حمله ساخته نشده، بلکه یکی از قوی ترین سیستم های جنگ الکترونیک رو داره. میتونه رادار دشمن رو کور کنه، موشک های هدایت شونده رو گمراه کنه و حتی خودش رو نامرئی کنه. این یعنی تو نبردهای مدرن که بیشترشون با موشک‌های هوشمند انجام میشن، سوخو 35 یه شانس زنده موندن خیلی بیشتر از بقیه پرنده ها داره. اگه تا اینجا از این ویدیو خوشت اومده تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون قراره شگفت زده بشی. برای همین خیلی‌ها میگن این جنگنده مثل یه سپر برنده است. وقتی این قابلیت بیاد توی ایران کل ساختار دفاعی کشور ارتقا پیدا میکنه، چون حتی اگر دشمن بتونه به آسمون نزدیک بشه سوخو 35 اینجاست که همه چیز رو برگردونه. ایران همیشه استراتژی دفاعی داشته، یعنی بیشتر به موشک‌های زمین به زمین و پدافند متکی بوده، ولی حالا با داشتن سوخو 35 این دکترین تغییر میکنه. ایران میتونه وارد دفاع فعال بشه، یعنی به جای اینکه فقط صبر کنه دشمن حمله کنه، خودش میتونه به سمت تهدید پرواز کنه و اون رو نابود کنه. این تغییر خیلی مهمه، چون دیگه لازم نیست همیشه منتظر بمونه. به عبارتی ایران حالا یه بازوی هوایی پیدا کرده که میتونه موشک‌های کروز، پهپادهای تهاجمی و حتی بمب‌افکن‌های دوربرد رو قبل از رسیدن به هدف بزنه. این یعنی یه لایه امنیتی جدید برای کل کشور. خب حالا یه سوال مستقیم ازت دارم. به نظرت خرید سوخو 35 هوشمندانه تر بود یا ایران باید سراغ جنگنده های نسل پنجم مثل سوخو 35 میرفت؟ تو کامنت ها نظرت رو بنویس، چون جواب تو میتونه موضوع ویدیوی بعدی باشه. خب رسیدیم به قولی که اول ویدیو دادم. یه ویژگی هست که سوخو 35 رو از خیلی جنگنده های دنیا متمایز میکنه: موتورهای برداری دوگانه. این یعنی هواپیما میتونه در لحظه زاویه جریان موتورش رو تغییر بده و حرکاتی بزنه که برای بقیه پرنده ها غیر ممکنه. مثلا میتونه توی هوا ناگهان بچرخه، سرعتش رو صفر کنه و دوباره اوج بگیره. این قابلیت باعث میشه حتی موشک‌های پیشرفته هم به راحتی بهش نرسن. برای همین خیلی‌ها میگن سوخو 35 حتی از بعضی جنگنده‌های نسل پنجم هم توی نبرد هوایی خطرناکتره. این همون سورپرایزی بود که نگه داشته بودم.
چیزی که باعث میشه ایران امروز یه برگ برنده واقعی توی آسمون داشته باشه. اما این تازه اول ماجراست، چون پشت ورود سوخو 35 یه پرونده بزرگتر خوابیده: احتمال خرید S400 و تغییر کامل پدافند ایران. پس ویدیوی بعدی رو از دست نده.